امروز یکی از بزرگترین یوتیوبرهای دنیا با 70 میلیون سابسکرایب قراره یه چالشی رو با بزرگترین فوتبالیست جهان یعنی کریس رونالدو انجام بده. چالش ویدیو هم از این قراره که مارک تصمیم میگیره یه ربات گلر غیر قابل شکست بسازه و برای تستش هم اونو روبروی کریس رونالدو قرار بده و ببینه رونالدو میبره یا اون رباته. و این دوئل خفنم تو کمپ تمرینی پرتغال انجام شده، اونم جلوی بازیکنای خفنی مثل دیگو کاستا و کنسنساو و غیره. پس اگه میخوای ببینی کدومشون برنده میشه حتما این ویدیو رو نگاه کن، چون میدونم که خوشت میاد. راستی لایک و ساب هم فراموش نشه. برو این واسه ویدیو. اولین سکانس ویدیو مارک با اعتماد به نفس رباتو به رونالدو معرفی میکنه و میگه جوری ساختیمش که هیچکس نتونه بهش گل بزنه، حتی تو کریس. حالا ببینیم و تعریف کنیم. بعد میگه که ربات مجهز به دوربینای فوق سریع، سیستم ردیابی لحظه‌ای و بازوهای مکانیکی هستش که با سرعت عجیب خودش رو به سمت توپ میرسونه. مارک رسما ادعا میکنه که رباتی که ساخته غیر قابل شکسته و اصلا گل نمیخوره، ولی مارک انگار نمیدونه که یه بازیکن خفن به نام رونالدو جلوی اون رباته و همه کار از دستش برمیاد. اگه تا اینجای ویدیو دیدی یه کامنت به عشق رونالدو بذار. بریم واسه ادامه. و مسابقه رسما شروع میشه. رباتو میذارن توی دروازه و رونالدو میره پشت توپ. رونالدو میاد پشت توپ با اعتماد به نفس، با یه نفس عمیق اولین شوتو میزنه، ولی متاسفانه ربات با سرعت نور خودشو به سمت توپ پرت میکنه و توپو میگیره و رونالدو تو اولین شوت شکست میخوره. و حالا شما بگین به نظرتون چرا تو اولین ترای رونالدو شکست خورد؟ اینو تو کامنت ها بنویسین. برو بریم واسه ادامه. مارک رابرت ذوق‌مرگ میشه و با خنده میگه دیدی گفتم این ربات شکست ناپذیره. و رونالدو اونجا یه تیکه میندازه و میگه کاملا معلومه که تازه گرم شده. رونالدو دنبال یه نقطه ضعف از این ربات بود، میخواست ببینه اصلا میتونه بهش گل بزنه یا چه روشی باید انجام بده که توپش بره توی دروازه. بعد از چند شوت رونالدو میفهمه موضوع چیه. چند لحظه توپ رو نگاه میکنه و به حرکات ربات دقت میکنه، زاویه‌ها رو بررسی میکنه. کاملا مشخصه که دنبال یه نقطه ضعف از رباته. رونالدو بعد کلی فکر و چند ضربه ناامید کننده میفهمه ربات توی چه جای نقطه ضعف داره. توجه میشه که ربات در قسمت گوشه های بالای دروازه نمیتونه به اندازه کافی سریع باشه، یعنی باید توپ دقیقاً به گوشه بره که از نظر فنی برای ربات غیر قابل دسترسه. و بعد کلی فکر رونالدو تصمیم میگیره آخرین ضربهشو بزنه و آخرین شانسشو امتحان کنه. قبلش تو کامنت‌ها بنویس به نظرت این توپ گل میشه؟ رونالدو توپو برمی‌داره که آخرین شوتو بزنه. اون توپو شوت میزنه و توپ جایی میره که فکرشو میکرد و توپ گل میشه. و اینجا بود که این داداشمون به خواستش نرسید و بهترین بازیکن جهان تونست رباتی که شکست ناپذیره رو شکست بده و مارک رابر رو توی ویدیوش ضایع کنه. حالا شما بگین ویدیو بعدی راجبه چی باشه؟ و اگه شما هم از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت بذارین. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین.